کت خدا، واکسن ناچرو به بازار آمده می باشندیم و همه آبادی ها دارند می خرندی؟ جدی میگی؟ زود برو یه دونه خوبشو واسه من بگیر بزنم تو رگ همین صفا بکنمندی. کت خدا آقا، اهالی فینیتو هم واکسن ناکرو را مطالبه می کنندی. آیا بهتر نیست که ما هم واکسن ناکرو را سفارش بدهیمندی؟ اگر مجانی می باشندی برو و سفارش ده. کت خدا آقا، مجانی کجا بود؟ کلی پول میخواهد، تجهیزات میخواهد، باید سکه اختصاص بدهیمندی؟ شل مگر من سر گنج نشستم؟ اگر قرار باشد سکه هایم را برای واکسن بدهم، پس پول عراق‌آباد و لبناباد و باقی نانخورهایم را چه بکنمندی؟ کت خدا آقا، اهالی مطالبه دارندی، واکسن میخواهند، جوابشان را چه بدهیمندی؟ برو و آن دبه دوغ را بیاور تا من قضیه را راستوریست بنمایمندی. واکسن چه شد؟ همه آبادی ها واکسن دارندی. واکسن ما چه شدندی؟ آهای اهالی فینیتو، از آنجایی که ما اقتصاد مقاومتی داریمندی، به جای اینکه از آبادی های بیگانه واکسن بگیریمندی، خودمان در فینیتو واکسن درست کرده ایم. کی؟ کت خدا آقا، تو که تا دیروز میگفتی با پارچه پیژامه ماسک درست کنیمندی، حالا پول تولید واکسن رو از کجا آوردی؟ اینقدر سیاه نمایی نکنیدندی. این واکسن بسیار عالی می باشندی. بیایید و از واکسن تولید داخل استفاده کنیدندی. حالا که واکسنش خیلی خوب می باشندی، پس اول از همه باید خود کت خدا جلوی همه واکسن بزنه. آها، خوشمان آمد. باید جواب کت خدا و واکسن دوغکیش را همین جوری داد.